سلام بچه آقا، اومدم با یه شوخی خرکی و پر از هیجان. این بار دیگه قراره پاره بشم. آقا ما یه سفر پیش رو داریم، یه تولد دعوتی. مهنازم به من لباس مجلسیشو که اینجاست تحویل داده که مثلا ببرم خوشویی، بدم براش مرتب بیارمش. نه تنها نبردمش خوشویی، الکی قراره بهش بگم خوشویی بسته بود، قراره براش دیزاینش بکنم، اونم با سلیقه خودم. به نظر من طراح خوبی هستم تو لباس، با من همراه باشید. یا خدا قراره این کلیپ چه شود، قراره پاره بشم. با من باشین تا ببینیم میخوایم چیکار بکنیم به این لباسه و بریم ببینیم واکنشش چیه وقتی این لباسو میبینه با دیزاین تخصصی خودم. فقط قبل از هر چیزی آقا اون سابسکرایب رو بزن، کامنت بذار، لایک بکن. خود اینا هی نباید من بگم که آخه مهناز چقدر این لباسو دوست داری. نه آخه خب مرحله اول اینه، میخوام وایتکس بریزم روش، ببینیم چطوری آقا تست بکنیم قشنگ‌تر میشه. اینقدر ساده است. مثلا بریزیم روی آستیناش، مثلا ببینیم چطور میشه. شروع شد، چیزی نشد. ای خدا، تغییری نکرد. بذار بریم سراغ مرحله بعد. این خوب نبود. بذار قیچی خوبه. الان بذار قیچی بیارم. خب قیچی آقا، قیچی به نظر من بهتره تا این. یه چاکی مثلا توش مثلا بزنیم ببینیم چی هست. اینجوری قشنگ‌تره. به نظر من جالب نیست. مثلا خیلی قشنگ شد به نظر من. از اولش خیلی بهتر شد. وایتکس زیاد جالب نبود. خیلی قشنگ شد. خیلی اینجور بهتره. واقعا ناز شد. بذار قشنگ اینجوری بریم بالا. فقط جرم میده. خیلی خوب شد. تا اینکه بازم زیاد تغییراتش حس نمیشه توش. نظرتون چیه؟ آتیشش بزنم یه بخششو؟ آره آتیشش بزنم. به نظر من آتیشش بزنیم خیلی جذاب‌تر هم میشه و بیشتر معلومه. فندک راحت‌تر میتونم کار بکنم. اینو قشنگ میتونم قیچی بزنم بهش، یا مثلا یکی از آستینا. این اضافه است. این آستین اضافه است. اینو قیچی کنیم. قشنگ قیچیش میکنیم. ببین یاد بگیریم. اصول خیاطی اینه که باید حسابی روی بخش مختلف کار کنیم. این اضافه است. الان نگاه کنین آقا، مدلمون رو ببینیم. خیلی قشنگ شد. اینجا قشنگ‌تره. این خیلی قشنگ‌تره. آتیش فکر خوبیه. آتیش مهناز دوست داره فکر کنم. آره اینجوری. این قشنگ‌تر شد به نظرم. خاموش شد. زیاد آتیشش نزنیم. کمی طبیعی در میاد. خوبه دیگه. مثلا اینجوری بگیریم قدش. آره همیشه بچه یاد بگیریم با اصول من دیزاین بکنین. اینه که بهتون یاد میدم، من به هر کسی یاد نمیدم. اینا با اصول من دیزاین بکنین خیلی قشنگ‌تر میشه. اینجوری. آها این بهتر شد. این خیلی بهتر شد. فکر کنم داره آتیشش زیاد میشه. خوبه دیگه. خب من از لباست آماده است عزیزم. امیدوارم خوشت بیاد. خیلی خوب شد. بریم ببینیم چیکار میکنه. خب بریم لباس مهناز جان رو تحویل بدیم. لباس قشنگش قراره به
تو مراسم خوشگل کنه. آره بریم تحویلش بریم ببینیم ریاکشنش چیه. خدای بد شده مگه؟ خیلی خوب شده به نظر. من رسیدم دره واحد آستین اضافه. در وا کنیم. محمد اومدی؟ سلام منم. آره چطوری خوبی؟ چه خبر؟ لباس از خوشرویی آوردی؟ آره تحویلش گرفت. 2 ساعت کجا رفتی؟ حالا خوب خوشرویی سر کوچه است. ببخشید دیگه. بیا دیگه بذارم چند جا من بخورم بیا بدم. محمد اون کفش خودت هم از من میدم برام بیا. باش این لباستو کنی بگی این چیزش بکن. این چرا اینجوریه؟ نمیدونم چه محمد این چرا این شکلی شده؟ من کاری نکردم الان من چی بپوشم؟ چرا این مدلیه محمد؟ این تو آتیشش زدی کثافت. نه بابا فکر کنم مال گرما اینجوری شده. این انگار تو آتیش سوزی آوردش، انگار لباس عروس مردگانه. من اینو چطوری بپوشم؟ ببخشید من محمد ببخشید چی؟ نگاش کن جر خورده. آستینش کو؟ این آستینش محمد جان چون من کاری نکردم آخه. کثافتی چرا اینجوریه؟ چرا اینجوری کردی؟ بابا من کاری نکردم به خدا. چی یعنی چی کاری نکردم؟ خودش اینجوری شده. اون وای تکس میده. از کجا آورده؟ اینو کجا برده بودی؟ بابا من نمیدونم دست من نبود. دست کی بود؟ دادم به تو ببری خوشرویی. من اینو طرف کجا جور گذاشتی؟ دادش چرا به من. داری؟ بابا طرف جور دادش به من اصلا دقت نکردم چی به چیه. وا مگه میشه؟ الان من چی بپوشم؟ الان چی کار کنم این دم آخری؟ الانم باید بریم آره؟ نه بابا بایستیم نگاهم دیگه. چیکار کنیم الان؟ محمد الان برای من توضیح بده. بگو این کجا بوده؟ این چرا اینجوری شد؟ مگه این تو ماشین نبود؟ مگه من ندادم ببری خوشرویی؟ چرا این مدلیه؟ این چیه؟ چه شکلی شده واقعا؟ نمیدونم. مگه اینکه ماشینت آتیش گرفته باشه؟ نکنه ماشینم آتیش گرفته. یعنی چی نکنه محمد؟ من نمیدونم اصلا تو توضیح هم نمیدی این چیه آخه تو رو قرآن؟ اینو دادی خوشرویی این مدلیش کرده؟ بیا بریم خوشرویی. بابا بیا بریم ببینم کی اینجوری کرده. بناس. بابا لباس مجلسی من الان فردا چی بپوشم محمد؟ الان چی کار کنم؟ چی تو لباس قدیمی یاد بگن یه لباسی پیدا بکن دیگه. تم این رنگیه. من چی لباس قدیمی پیدا کنم محمد؟ یعنی چی؟ تم چی؟ چرا تم من میکنه؟ خب بیا بریم اونجا. بیا بریم خوشرویی ببینیم کی. وا اومد نگاه کن. مثلا فیلم میگیرم. محمد خیلی گوی. الان چی بپوشم آخه؟ با این میشه شوخی کرد؟ ببخشید قول میدم یه دونه برات بیخرم بهتر از حالا بذار بریم اونجا. فردا مراسمه. میریم چمدون بستیم داریم میریم مسافرت. آخه احمق الان به من ضرر زدی یا به خودت؟ الان کجا بریم لباس بخریم؟ ببخشید بعد از جان اسخای بکنم. تو قرآن نگاه لباسم. اینو خیلی دوست داشتی ها؟ آقا قول بهت میدم یه قول بهت میدم یه دونه خفن ترش رو باید بگیرم. خوبه؟ اینو چیکارش کنم؟ الان از کجا بخرم محمد؟ الان لباس کجا بیارم؟ اینم شوخیه. دیگه چیزی نبود تو با شوخی کنی. بچه ها سابسکرایب کنید. خدایی ببینید من مقابل چه حرکاتی برای شما قرار میگیرم. برات تو جعبه سابسکرایب کنید کامنت کنید. ببخشید با خدا باید یه دونه میگیرم. ببخشید بچه ها برم. از کجا بگیریم؟ روانی به این میگن شوخی. بیا شلوار جینم هم اون روش با تکس ریخته بودی ریخ رو این. الان چه خاکی بریزم سرم؟ باید برم کلی لباس بگیرم. این چه حرکتی بودی؟ چه شوخیه؟ چه دور فیلمیه تو میگیری آخه؟ اینم مسخره بازی جدیدته؟ فعلا خداحافظ تا کلیپ بعدی.